مرداد مهاجر هستم، مدیر تولید مجموعه دامشیر روز. مجموعه دامشیر روز با هدف تامین شیر کارخانه بستنی روز در سال 90 توسط آقای حمید ذوالفقاری در زمینی بالغ بر 20 هکتار تأسیس شد. این مجموعه اومده معیارهایی رو برای شیر کارخانه خودش تعریف کرده، از نظر بار میکروبی، چربی شیر، سوماتیک سلکانت و از همه مهمتر طعم شیر، که ما اومدیم اینجا با سازوکارهایی که توسط دکترها و مهندسا داریم اینجا انجام میدیم بتونیم این شیر رو تحویل کارخانه بدیم. در حال حاضر 1200 رس دام، 600 رس دوشا و 1100 رس مولد داریم. سیلو اصلی ترین و پرحجم ترین خوراک یک گاو شیریه. اینجا انبار سیلوی ذرتمونه که پاییز ذخیره شده. موقع ذخیره کردن سیلو به خیلی نکات باید توجه کنیم، به دوندار بودنش، به سایز خود ذرت، به دونه هایی که تشکیل شده و همه اینا باید توجه کنیم که در نهایت موقع کوبیدن خوب کوبیده بشه که هوا بینش نره که باعث آفلاتوکسین بشه، باعث سقط و خیلی مشکلات دیگه گاو شیری میشه. در نهایت موقع پوشوندن، موقع مصرف باید نکات خیلی زیادی رو توجه کنیم. موقع برداشتش هم همینطور باید از یه قسمت شروع به برداشت کنیم، یه قسمت از بالا به پایین که مصرف شد بریم مرحله بعدی، مرحله به مرحله باید بریم جلو. برداشتش هم موقع مصرفش هم از بالا که پلاستیک رو خورد باید جمع کنیم که هوا نخوره، اکسیژن بهش نرسه، باعث تخریبش بشه. این قسمت انبار کنسانترمونه، جو، ذرت، سویا، پنبه، ریز مغذی ها، توکسین بایندر، سایر مکمل هایی که برای گاو استفاده میشه اینجا دپو میشه. جو، ذرت از طریق بالا بر میره داخل آسیاب، میکسر، مواد دیگه بهش اضافه میشه. در نهایت یک کنسانتره تولید میشه که میریم برای گاوای شیری. مکمل گوساله های ما که تقریبا 6 ماه از مکمل گوساله مینووید داریم استفاده میکنیم. از روزی که مکمل داریم استفاده میکنیم شادابی گوساله ها بهتر شده و افزایش وزن خوبی داریم میگیریم تو 70 روزگی از گوساله ها. مکمل آنیومیکس مخصوص گاوی کلوزاپ، از روزی که چندین سال پیش مکمل آنیومیکس اومدن تولید کردن و دامداری ها دارن استفاده میکنن، خدا رو شکر مشکلات متابولیکی گاوای کلوزاپ و زایشگاه خیلی کم شده. خیلی مکملی که به درد دامدار خورده. شرکت مینووید شرکتی که طی این چند سال اخیر خیلی باثبات بوده، مکملای خیلی خوبی رو تولید کرده، بعد بالا و پایین نداشته، ثبات خیلی خوبی داشته. برای همین اکثر دامداری ها مخصوصا ما مکملمون رو به این راحتی ها عوض نمی‌کنه. صنعت دامپروری به جایگاه نیست، به علمی، به روشی که داریم اونجا کار میکنیم چجوری استفاده کنیم. قدیم برای فیدر، برای هم زدن یک کاغذ میدادن به اپراتور، 100 کیلو یونجه مثلا 500 کیلو کنسانتره، 1 تن سیلو، کارگر می اومد اینو میریخت داخل فیدر با n% خطا. دستگاه داره به اپراتور فرمان میده که چه مقدار مصرف کنه. این باعث میشه درصد خطا خیلی بیاد پایین، ضرر زیان ها خیلی بیاد پایین و یه جیره‌ای که اون چیزی که باب میل خودمون هست رو بریزیم برای گاوها، بالانس باشه، بالا پایین نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آبنار هستم، مسئول گوساله‌داری دامشیر روز. این قسمت قرنطینه گوساله بعد به تولد منتقل میکنیم اینجا. نافش رو ضد عفونی ناف و زیر مادون قرمز نگه می‌داریم، 4 روز اینجا نگه می‌داریم. اوکی که باشه، مشکل خاصی نداشته باشه، انتقال میدیم به قسمت بعدی گوساله. این قسمتی که مشاهده میکنین گوساله از 4 روزگی انتقال داده میشه به اینجا کار روزی 2 وعده شیر میدن بهشون، بعد کار بسترشون رو تمیز میکنن هر روز، روزی 2 وعده 3 وعده، روزی 3 وعده هم خوراک میخوره. بعد شاخسوزی انجام میشه
توی هفته اول شاخسوزی انجام میشه، بعد تا 75 روزگی به وزن 90 کیلو میرسه که وزن کشی میشه، بعد انتقال داده میشه به بیرون. یکی از کارهای مدیریتی که ما تا داخل گوساله‌دونی این مجموعه انجام دادیم، گوساله‌ها تا سن 75 روزگی شیر میخورن، بعد از اون قطع شیر میشن. تا 2 هفته داخل گوساله‌دونی نگه میداریم. خوراکشون رو 50% TMR گاو شیری، گاوهای سوپرمون و 50% استارتر گوساله میکنیم. این باعث میشه شکمبه گوساله کم کم سازگار بشه که موقعی که به گوساله‌های قرنطینه 3 ماه رفتن کاهش وزن پیدا نکنن، استرس کمتر بخورن و شکمبهشون سازگار باشه که به خوراک گاو شیری عادت کنن، زودتر وزن بگیرن و کاهش وزن انجام نشه. بهاربند گاوهای شیری رو مشاهده میکنید. گاوهای سوپرمون هستم. روزی 5 در 24 ساعت 5 وعده خوراکدهی انجام میشه. الان با توجه به فصل گرم 70% 60% خوراکدهی رو انداختیم برای تایم شب که خنک‌تر، گاو بتونه خوراک بیشتری رو بخوره و کاهش تولید نداشته باشه. در فصل گرم ما به کمک مهپاش، فن، پنکه میایم استرس گرمایی رو برای گاو کم میکنیم که بتونیم تولید بیشتری از دام داشته باشیم. خوراکمون هم خوراک TMR به کمک فیدر ریخته میشه که گاو نتونه گلچین داشته باشه از نظر خوردن برای خودش. بسترامون تقریبا هر روز مرتب میشه، شارژ میشه. کودمون به وسیله اسکریپر جمع آوری میشه. از اومدن تراکتور به داخل بهاربندا معمولا خودداری میکنیم که استرس کمتری به گاو داده بشه. هر چند روز یه بار سمپاشی انجام میشه. مگس ها باعث میشن که آرامش گاو از بین بره، برای همین سمپاشی رو مرتب انجام میدیم که مگس تو فصل گرم کاهش پیدا کنه. شیردوشی ما رو ملاحظه میکنید، دستگاه 24 واحدی هستش. یکی از کارهایی که ما تو فصل گرم الان اینجا تازه گرفتیم انجام دادیم، برای داخل چال اومدیم دوش نصب کردیم. این دوشا باعث میشه که گاو در حین اینکه گاو کلا خصلتش اینه که کلا در حین شیر دادن افزایش دما پیدا میکنه، این دوشا باعث میشه که گاو خنک‌تر بشه، هورمون اکسیتوسین بهتر ترشح بشه و افزایش شیر خوبی داشته باشه. دو ردیف دستگاه 12 واحدی مجموعاً 24 واحد همزمان دوشش میشه. کارهای بهداشتی، شستشو، ضدعفونی روی پستونا، تریتیف زدن انجام میشه. سپس خرچنگی زده میشه. دوشش بدون دخالت دست انجام میشه. بعد از دوشش پستان ضدعفونی میشه، هیتگارد زده میشه و به بهاربند انتقال پیدا میکنه تا از جلوگیری کنیم از ورم پستان. با توجه به شرایط سخت تولید، امیدوارم تمام تولید کننده ها و دامداران عزیز کار خودشون رو ادامه بدن. سلام، کرد بچه هستم، سرپرست مجموعه بزرگ دامشیر روز. خواستم در مرحله اول از طرف خودم و 90 پرسنلی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دامشیر روز کسب درآمد میکنن، از آقای حمید ذوالفقاری، مؤسس و مدیر دامشیر روز و همچنین مدیر عامل بستنی روز و چندین کارگاه تولیدی در کشور تشکر ویژه‌ای به عمل آورم که با شرایط بد اقتصادی در کنار ما بوده و همیشه روحیه بخش ما بودن. و همچنین تشکر ویژه‌ای از سرکار خانم محبوبه باغبانی که مسئولیت خرید و حسابداری دامشیر روز را دارند به عمل آورم که با درایت و مدیریت ایشان همیشه قله‌های ترقی را طی کردیم. و تشکر ویژه‌ای خواستم بکنم از شرکت مینووید که در این سالها کنار ما بودند و با محصولات با کیفیتشون کمک به تولید بهتر برای ما کردند.